شنیدم اینجا یه نفر هست که دیگه حوصله زندگی کردن نداره، از زندگی کردن خسته شده، روتینش خیلی کسل کننده شده، هر کاری میکنه به اون نتیجه‌ای که میخواد نمیرسه، هر چقدر که تلاش میکنه هیچ نتیجه‌ای نمیبینه و انگار که بقیه دارن رشد میکنن و این فقط داره درجا میزنه. خیلی حس بدیه میدونم، اما میخوام بهت بگم که اگر حوصلت از زندگیت سر رفته و احساس بدی رو داری تجربه میکنی، فقط با اون احساسی که داری یکم بشین با خودت. یعنی سعی نکن که از این جملات تأکیدی و از این جملات انگیزشی استفاده کنی که من زندگیم خیلی خوبه، روز به روز دارم رشد میکنم، چقدر زندگی خفنه، بودو بریم. تو باید اون احساسی که داری تجربه میکنی، احساس بدی که داری تجربه میکنی اجازه بدی واقعا تجربه بشه و بپذیریش، چون اونم قسمتی از زندگی توه، چون اونم قسمتی از توه. یعنی تو با اون احساس بدی که داری که اسمش بده و با همون احساس خوبی که داری با هم دیگه کاملی، با هم دیگه شدی یک انسانی به اسم مثلا حالا هر اسمی که داری. خب پس نمیتونی فقط وقتی که خوشحالی خودتو دوست داشته باشی، موقعی که داری به موفقیت میرسی خودتو تایید کنی و زمانی که هنوز هیچ نتیجه‌ای ندیدی از خودت بدت بیاد، بقیه رو بزرگ ببینی، بقیه رو عالی ببینی و فکر کنی که خودت خیلی کم کاری کردی تو زندگیت. چون من میدونم تا الان تو همه تلاشتو کردی، چون من میدونم تا الان تو هر کاری که از دستت برمیومد رو برای خودت انجام دادی، اما الان به هر دلیلی که نشده و نرسیدی که میدونم میتونی برسی اگر روی یک سری موضوعاتی کار کنی، خودت تو همینطوری که هستی بپذیر. یکی از بزرگترین قدمایی که ما توی عزت نفس و توسعه فردی و ارتباط با خودمون و خوددوستی باید ایجاد کنیم و یکی از مهمترین قدم ها هست اینه که من خودم و هر طوری که هستم بپذیرم، به خاطر اینکه تو هر کاری که میتونستی رو انجام دادی و از یه جایی به بعد تو زندگی یه سری چیزا اصلا دست تو نیستن. یعنی تو تلاش تو میکنی، مثلا مثل من اینجا میشینی ویدیو بگیری، اما ممکنه یک سری اتفاقات بیفته که تو نتونی اون کارتو درست و به خوبی انجام بدی. اون موقع تو باید از خودت متنفر بشی، اون موقع تو باید یه نفر دیگر رو از خودت بهتر بدونی؟ قطعا نه. تو به اندازه خودت و به اندازه‌ای که میتونستی و مهمتر از همه شرایطش رو داشتی و از پست برمی اومده انجام دادی. پس اگه الان حوصلت سر رفته از زندگیت، فقط میخوام به خودت اجازه بدی که این احساسی که داری تجربه میکنی رو بپذیری و سعی نکنی که ازش فرار کنی، تغییرش بدی که حالتو بهتر کنی. همونی که هست تو بپذیر. خیلی از مواقع ما زمانی که ناراحتیم و احساس شکست میکنیم دوست داریم بریم با یه نفری درد و دل کنیم. چرا؟ چون میخوایم اون احساس بدی که داریم و یه نفر دیگه باشه ببینه و ما رو درک کنه. و تو زمانی که این کار رو برای خودت انجام میدی، خودت رو میپذیری، در کنار خودت میشینی با اون احساس بد خودت، انگار داری کار اون نفر دوم رو انجام میدی برای خودت، انگار داری شنیده میشی. پس زمانی که این کار رو انجام بدی، سریعتر از همون حس و حالی که داری میای بیرون و خیلی پرقدرت‌تر میتونی بلنشی بری کارتو انجام بدی و اینو بدون که طبیعیه. و اگر به اون چیزی که میخواستی نرسیدی، به جای اینکه خودتو سرزنش کنی و خودتو مقایسه کنی، ببین اون آدمایی که به اون چیزی که تو میخوای رسیدن چطوری بهش رسیدن. یه نفر هست روی ذهنش کار کرده، یه نفر هست روی حتی مدل صحبت کردنش کار کرده، یه نفر هست کسب و کار جدیدش رو شروع کرده تا تونسته به اون موفقیت برسه. ببین اون چیزی که تو میخوای چطوری بهش یک نفر دیگه رسیده، تو هم از همون مسیر درست اون آدم استفاده کن تا تو هم به اون موفقیت برسی. و میدونم خیلی جاها زندگی واقعا میتونه حوصله سربر باشه یا به قول خودمون خیلی میتونه مزخرف باشه، اما همین که حضور داری، میدونم حرف کلیشه‌ایه ولی خیلی ارزشمنده. و اگر احساس بدی رو داری تجربه میکنی، تجربهش کن، فرار نکن ازش، بپذیرش. مهمتر از همه خودتو تو هر جایگاه و لولی که هستی دوست داشته باش تا بتونی به عنوان یک پارتنر عاشق، مثل یک مادر عاشق، دست خودتو بگیری، خودتو همراهی کنی، بلند شی، اون کاری که میخوای رو انجام بدی. و یادت باشه که هیچ وقت دیر نیست. توی یک دقیقه، توی یک روز، با یک ویدیو، با یک حرف، با یک رفتار، با یک تصمیم، با یک انتخاب میتونه هر چیزی و زندگی تو تغییر کنه. پس اصلا ناامید نباش، احساس بدتو بپذیر. طبیعیه که این احساس رو داشته باشی، خودتو دوست داشته باش و وقتی که خودتو دوست داشته باشی، اون احساسی که داری تجربه میکنی رو بپذیری، راحت‌تر میتونی ازش عبور کنی، بگذری و به سمت اون چیزی بری که برات مهمه. دوستتون دارم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.